نعمت داد، ما شکرانی بندگی او را ادا نکردیم، البته او انتقام از ما میگیرد. بنابر خیال نکنه که رحمت خدا وسیع است، خدا بخشنده است، همه گناه را می بخشد. گفته خدا تسلی نتید از زان من. آره خدا بخشنده است، خدا را رحمتش وسیع است، لیکن برای کسانی است که او خدا را دوست می‌دارند، او خدا را میشناسند، او خدا را امر و فرمانش به جا میبیارند، او خدا را اطاعت میکنند، نمازاش میخوانند، لیکن گاه شیطان فریبش میکنه. یکی میبینی یک راه بد درفت، بعد از رفتن پشیمان میشه و خجالت میشه و توبه میکنه. برای این خدا بخشنده است. برای کسی که از شب تا سحر، از سحر تا شب پروا نکرده گناه کند، پروا نکرده نماز نخواند، خوش خجالت نداند، چگونه خدا برای وی بخشنده است؟ شما خودتون یک بار تصور کنید. این وسوسه شیطانی است. خدا در قرآن میگه این رحمت الله قریب من المحسنین. آره رحمت من خیلی هم وسیع است، لیکن برای بندگان نیکوکارم است، برای بندگان خدا ترسم است. بنابراین عزیزان من، بچه های خوش رو، بازم میگم وقتی که بنده امر و فرمان خدا را به جا بیارد، شکرانه این پروردگار ادا کرد، مکافات او بستانسرای جنت است. این دنیا را جوانش روز پیری دارد، شادش غم دارد، خرسندش ماتم دارد، تن صحتش بیماری دارد. ببینی یک هفته در روز شاد و خرسند میگردیم، با میبینی یک تشویش و غم بالاتان دامد، چند روز عصباتان خراب بشود. 1 سال و 2 سال تن صحت خوش رو میگردیم، میبینی یکی به اختیار یک جوان درد پیدا که ما خبر نداریم، دکتر میره میگه که قندت 25 شده است، 15 تلخ کف بشی. آخرش بیماری دارد، بایگریش کمبغلی دارد، حیاتش مرگ دارد. گفته حضرت مولوی که نه لایق بر غرور است و نه عرض اعتمادی ها. یعنی این دنیا لایق آن نیست که برای وی شما آخرت تان برباد دهی. این دنیا اونقدر نمی ارزد که برای وی شما خدا را از خود ناریضا کنی. این دنیا اونقدر قیمت ندارد که شما به خاطر این خودتان به لعنت خدا و به عذاب خدا گرفتار کنی. حیات 20 روزه دارد یا 25 روزه، یا 20 ساله دارد یا 25 ساله. برای این شده حیات ابدی تان نسوزانید. خداوند برای بندگانی که 5 وقت نمازشان میخوانند، شما جوانای عزیز رمضان مبارک روزه میگیرند، از حرامهاش خوشان نگه میدارند، بستانسرای جنت آماده کرده است. جنت جاودانی، جنت دیگه جوانش پیری نداره، شادش غم نداره، خرسندش ماتم نداره، تن صحتش بیماری نداره، بایگریش دیگه کمبغلی نداره، پادشاهیش گدایی نداره، حیاتش مرگ نداره. او بهشت پاداشی ان همین بندگی هاست، پاداشی ان همین رفتار خوب شماست در پیشگاه پروردگار. بنابر بچه های عزیز تأکید کنید نمازاتان خانه بشن. این دنیا رو ببینید، همه شما زحمت داره، هیچ کدام شما راحت نداره. از صبح میخیزید تا شب خسته میشه، کار میکنید در زیر آفتاب گرم و در خنکی های سرد و مشقت میکشید، کاری کنید که این مشقت شما آخرتان هم برباد نتید. آخر آدمی که خوب با فراست است و با اندیشه کار میکند که هم دنیاش آباد میکند هم آخرتش. دنیاش آباد میکند با کسب حلال، با کار کردن، با ثروت و بایگری جمع کردن، با خانه خوشرو، با ماشین خوشرو سوار شدن، با لباس خوشرو. این شریعت من نمیکنه، رخصت است. آخرتش آباد میکنه با بندگی کردن، با خدا شناسی کردن. گفتی شاعر کی بنیاد عمر بسته به موی اسهو،
هوشدار. همین عمر انسان مثل در یک مو بستگی است، یک لحظه عقد میبینی نیست، یا ماشین میزنه خبری مردش میفرایی، یا در آب غرق میشه خبری مرده رو میفهمی، یا یکی سوید میزنه از خبری، یا یکی از بالای امارت آتش میزنه خبری مرده. هر روز تابوت رفته ایستاده، هر روز جنازه خواند ایستادیم، یا سکته قلبی است یا یک حادثه ناگهانی است. امروز واسطه های مرگ آنقدر زیاد است که دیگه شمار کردش نمی شود. بنابراین شاعر هوایی میگد بنیاد عمر بسته به موی است هوشدار. غمخوار خویش باش غمی روزگار چیست؟ غمی خود هم خور، غمی قبر هم خور، غمی آخرت هم خور، همیشه غمی روزگار نخور. وقتی که 8 ساعت برای روزگار تو دنیا کار میکنی، 1 ساعت برای خدا کار کن، 1 ساعت برای آخرت تو هم کار کن، تا اینکه دست خالی نروی پیش خدا. از مثل پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم عاقل کی را میگویند، دانا کی را میگویند، زیرک کی را میگویند؟ گفته از ایشان پرسیدند، حضرت گفتند عاقل کسی است، دانا کسی است، زیرک کسی است که مرگ همیشه یاد میکند، مرگ فراموش نمیکند. آره، مرگ یاد کردن این نشانی فراست است، نشانی عاقلی است. زیرا او بیخبر می بیاد، او ناگهان می بیاد. همون جوانایی که با حسرت تابوتشان میبرن هیچ کدام اینها مردنی نبودن، لیکن به اختیار می شود. بنابر انسانی که مرگ یاد کند به گناه نمی رسد. انسانی که مرگ پیش روش باشد او عرق نمی نوشد، او زنا نمی کند. شاید بگه همین عرق نوشیدم همون لحظه که مرگ بیاد و من از این عالم مست و الست پیشگاه خدا روم، چی خجالتم. بنابراین او این کار نمی کند. بنیاد عمر بسته به موی است هوشدار. غمخوار خویش باش غمی روزگار چیست؟ بنابراین عزیزان من، بچه های خوشرو، نمازاتان خانه، نماز این راز بنده مومن با خدا هست. نماز رابطه مخلوق با خالقش است. والله اگر شما نماز خانه با خدا رابطه داره، با خدا راز نیاز میگویه. وقتی که شما نماز خانه شهادت نامی مسلمانی داره، وقتی که شما نماز میخوانه انشاءالله شما قبرتانم پر نور است، پگر روز قیامت تانم آباد است. زیرا رسول اکرم صلی الله علیه و سلم نماز رکن اساسی اسلام بعد از گفتن کلمه اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله اعلان کردند. بنی الاسلام علی 5 شهادت ان لا اله الا الله و ان محمد رسول الله، ببینه، و اقام الصلاه، نماز خواندن است. روز محشر که جان گداز بود، اولی پرسش از نماز بود. پس مکن در نمازها تقصیر، تا در آن روز باشد توفیق. عزیز من، نسبت نماز بے پروا نشد.